یکی از مهمترین و ساده ترین نکته ها چشم فنجتونه. به چشم فنج نگاه کنید. اگر چشمشون یه کوچولو اینجوری باریکه یا براق نیست، حتما اون فنج مشکلی داره یا در شرف اینه که به یه مریضی مبتلا بشه. و بعدیش به پرهاش باید نگاه کنید. پر فنج باید سالم باشه، کنده نشده باشه یا بعضی از مرغش دارن دعوا میکنن پرشون کنده نشده باشه یا بعضی از فنج ها میبینید پرشون خیلی زیادی کثیفه. این به خاطر اینه که فنج حتما یه مشکل داره، خیلی خوبش رو تمیز نمیکنه. به این نکات دقت کنید. پس تا الان شد یکی چشمشون، یکی پرهاشون و سومین نکته که باید بهش دقت کنید حرکات فنج هاست. موقعی که یکم وایسید اینجا میبینید که اون فنج ها بازی میکنن، میپرن این ور اونور راه میرن. بهتره که یکی از اون فنج ها شکلی رو انتخاب کنید چون که مطمئنا اونا حالشون خیلی خوبه و سر حاله. قبلا توی ویدیو بهتون گفته بودم که چجوری تشخیص بدید فنجتون مریضه یا داره مریض میشه. یه سری از نکاتمون اینا بودن. اگر خیلی پوش کرده، یه گوشه همش میشینه، چشاشو میبنده، اینا نکاتی بودن که خیلی واضح بهمون نشون میدادن فنجمون داره مریض میشه. اینا چیزایی هستن که توی یه 5-6 دقیقه کنار اونا وایسید میتونید متوجه بشید. ولی یه چیزی مثل پوش کردن و اینکه چشاشون رو نازک میکنن و میبندن، اگر خیلی بهشون نزدیک بشید و بترسن اینو نشون نمیدن، چون که اونا توی طبیعت معمولا شکار میشن و به خاطر اینکه مریض بودنشون رو به شکارچیان نشون ندن میتونن اینو قایمش کنن. پس اگر میخواید واقعا متوجه بشید که فنج حالش خوبه یا نه، خیلی به قفس نزدیک نشید، سعی کنید اونا رو نترسونید که تا توی یه وضعیت نرمال و معمولشون قرار بگیرن و این پوش کردن یا نازک کردن چشم رو بتونید ببینید و متوجه. امیدوارم این نکاتی که گفتیم بهتون خیلی کمک کنه، یه فنج خیلی خوب بتونید بخرید. و اینم بگم که همیشه موقعی که کلمه خرید رو استفاده میکنید توی ویدیوها، یه سری‌ها میگن نباید حیونا رو بخرید و به سرپرستی بگیرید. کاملا درسته. خیلی از نژادها و خیلی از حیونا هستن که بهتره به سرپرستیشون بگیریم، مثل سگ‌ها، گربه‌ها، خرگوش‌ها و خیلی از پرنده‌ها، نژادهای پرنده‌ها مثل توتیا هستن که توی پناهگاهن و باید اولین چیزی که به ذهنمون میاد یکی از اونها باشه، نه اینکه خریداری کنیم و باعث بشه بیشتر از اونها تولید بشه. ولی پرنده‌هایی مثل فنج ها مطمئنا توی پناهگاه پیدا نمیشن. من خودم تا حالا پناهگاهی ندیدم که فنج ها رو نگه داره. به خاطر همین توی این ویدیوها از کلمه خرید استفاده کردیم. اگر از اینجور ویدیوها در مورد فنج ها، همستر، خرگوش، داگ، خوش، ماهی و خیلی از حیوانات دیگه خوشتون میاد، حتما توی کانال سابسکرایب کنید. اگر ویدیو دوست داشتید لایک کنید و سوالاتون توی کامنت های پرسید. توی بهترین موقع حتما بهتون جواب میدم و اگر موضوع خیلی خوبی بود براتون ویدیو میسازم بهتون میگم.